پسر دهه 80 اومد پیشم گفت من دیگه هیچ امیدی به این زندگی ندارم. بهش گفتم چرا این حرفو میزنی؟ گفت هر چقدر تلاش میکنم به هیچ جا نمیرسم. کار میکنم پول جمع نمیشه. درس میخونم هیچ آینده‌ای نمیبینم. هر چقدر بیشتر تلاش میکنم انگار بیشتر یه چیزی کم دارم. نه حمایتی ازم میشه، نه انگیزه‌ای دارم، نه حتی امیدی. پول جمع میکنم یه وسیله بخرم، تا پولم میرسه اون وسیله چند برابر شده. چند سال تو حسرت یه موتورم. هیچ جوابی نداشتم بهش بدم که قانعش کنه. سکوت کردم. تشکر کرد رفت. انگار اونم دنبال جواب نیومده بود. ازم راهکار نخواست، ازم دلداری نخواست، انگیزه نخواست، ازم شنیده شدن خواست. پدر مادرها، معلما، مشاورا، این بچه‌ها راهکار نمیخوان، راهکارشون رو خودشون پیدا میکنن. اینا شنیده شدن میخوان. دنبال کسی هستن که بهشون بگه میفهممت، به جای اینکه بهشون بگه من اگر جای تو بودم فلان کارو میکردم. دنبال کسی هستن که بهشون بگه حق داری، به جای اینکه بهشون بگه من سن تو بودم فلان جا بودم. حرف من اینه اگر نمیتونیم راه رو براشون هموار کنیم، حداقل سر راهشون نایستیم. من روانشناس و مشاور دهه 80 ام. اگر حس میکنی پیجم بهت کمک میکنه منو دنبال